سلام. با اپیزود دوم آیتی در خدمتتون هستم برای سوالی که جلسه اول مطرح شده بود که چرا شغل آیتی و چرا کشور کانادا رو انتخاب کردم. مورد اول که میخوایم راجبش صحبت بکنیم تقاضای بالا و امنیت شغلی هست که تحولات دیجیتال تو بازار کسب و کار و صنایع مختلف تقاضای مداوم و رو به رشدی برای متخصصین فناوری اطلاعات ایجاد کرده. مهارت‌هایی که تازگی هم بسیار بازارش گرم شده مثل امنیت سایبری، رایانش ابری، داده ها، توسعه نرم افزاری و مواردی از این دست بسیار مورد تقاضا هستند و امنیت های شغلی بالایی رو دارن کسب میکنن نسبت به مشاغل دیگه. حقوق و مزایای رقابتی که این رشته ها دارن باعث میشه متخصصان فناوری اطلاعات اغلب حقوق‌های رقابتی دریافت بکنن، البته نه در ابتدا ولی بعد از گذشت زمان و کسب تجربه در این زمینه. یادگیری مداوم و نوآوری مورد دیگه هستش که به دلیل پویا بودن حوزه فناوری اطلاعات دائما شما در حال تحول و یادگیری مداوم و توسعه حرفه‌ای هستید که این خودش یکی از مزایای اصلی در انتخاب شغل و زمینه شغلیه. مسیرهای شغلی متنوعی که داره در طیف های مختلفی که تو فناوری اطلاعات وجود داره باعث میشه مسیرهای شغلی، توسعه نرم افزار، مدیریت شبکه، امنیت سایبری، تجزیه تحلیل داده، مدیریت پروژه و از این دست رو برای شما به قول معروف آنلاک بکنه تا شما فرصت رو داشته باشید تا بهشون بپردازید. از جمله فرصت‌های جهانی هم مورد بعدی هستش که بهش میتونیم بپردازیم که شما محدودیت مرزی برای انتخاب رشته و انتخاب کشور یا شغلتون ندارید و میتونید در کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف شروع به کار و فعالیت بکنید. حل مسئله و خلاقیت از موارد دیگه هستش که در این زمینه میتونم اشاره بکنم بهش و میخوام برسم به قسمتی که چرا کانادا مقصد جذاب برای این مورد هست، چون تقریبا نصف تایممون رو سپری کردیم. یکی از موارد اصلی که این کشور مورد توجه قرار گرفته برای بخش انفرماتیک فناوری قوی و رو به رشدش هست که کانادا رو داره بخش فناوری بسیار پررونقه که هم بر مباحث در واقع ارگان‌های دولتی هم شرکت‌های خصوصی بسیار بسیار رو آوردن به استخدام افرادی که در این زمینه مشغول به کار هستند و شهرهای بزرگی مثل تورنتو، ونکوور، مونترال و شهرهای نزدیک به این شهرهای کلان دارن بسیار زیاد استارتاپ های جدیدی رو ارائه میدن. شرکت های فناوری توشون مستقر میشن و نیاز به نیروهای جدید دارن. فرصت مهاجرتی که کانادا داره و سیاست مهاجرت پذیری که داره برای کارگران ماهر این پتانسیل رو باز میکنه برای بخش فناوری اطلاعات که افراد به صورت راحت تری تو سیستم های اکسپرس انتری، برنامه های استانی بتونن وارد خاک کانادا بشن و شروع به کار بکنن. مورد بعدی کیفیت بالای زندگی این کشور هستش که خب همونجور که میدونید طبق نظرسنجی ها زندگی کانادا رتبه بسیار بالایی از لحاظ مراقبت های بهداشتی، آموزش و خدمات اجتماعی، خدماتی که به افراد سالمند یا به کودکان میده بسیار بسیار زیاد هستش و بحث ایمنی، تنوع و زیبایی های طبیعی زیادی که این کشور داره. حقوق و مزایای رقابتی، نوآوری و تحقیق، تعادل بین کار و زندگی، چند فرهنگی و حمایت های دولتی موارد دیگه از این دست هستند که میشه بهش اشاره کرد و مد نظر قرار داد. به طور خلاصه شغل در حوزه فناوری اطلاعات فرصت‌های عالی برای رشد، نوآوری و ثبات مالی ارائه میکنه به شما و یه بستری رو برای شکوفایی متخصصان فناوری اطلاعات فراهم میکنه. این مواردی بود که به صورت تیتروار کلی من خدمتتون عرض کردم. حالا آروم آروم میپردازیم به اینکه خب چه کارهایی باید انجام بدیم که وارد این فیلد بشیم. قسمت بعدی در خدمتتون خواهم.